تاریخ شروع آزمون ما شده برای 15 آبان ماه 1404. الان که من دارم با شما صحبت میکنم، بله، ساعت 12:35 شب سوم مرداد. به قول آقای خیابانی الان دیگه ما توی دیروز نیستیم، ما توی امروز دوم نیستیم، ما توی سوم. ببینید، در مورد اینکه شما کی بخواید شروع بکنید درس خوندن، ما یه بحث داریم، بستگی به گیرایی شما داره. در مورد اینکه پروسه این چند ماه که واقعا مهمترین قسمت درس خوندن هستش باید چجوری بگذره، یک بحث دیگه ای داره. اونی که الان اومده وارد این وادی شده عملا باید آشنایی لازم رو به کتبش داشته باشه. شما لیسانس حقوق هستید. کسی که بر فرض مثال هنوز نمیدونه بر فرض مثال مالکیت چند بخش هستش، به طور کلی نه بخواد تستی جواب بده، یا اینکه قانون مجازات اسلامی در حقیقت تو چه بخش‌هایی تقسیم شده، اصلا آیین دادرسی کیفری به چه صورت هست، چه فرق با آیین دادرسی مدنی داره. اینا بیس لیسانس حقوقه. دوره‌ای که من برای آزمون وکالت که میرفتم، دم آزمون طرف میپرسید که استاد آیین دادرسی کیفری که میگید این که قرار اعتراض ها توی آیین دادرسی مدنی هم بود. دوست عزیز، فرق داره. شما باید نگاه بکنید این مهلتش چیه، اون مهلتش چیه، شرایطش چیه. خیلی اینا بحث بیس هستش. توی آزمون مسئله مطرح میکنن، شما باید مسئله رو حل بکنید دیگه. اون دوره گذشته که بهتون بگن طبق این ماده جواب سوال کنید هستش. این چیز بدیهیه. خب ما پس طرف صحبتمون با دوستانی هستش که تسلط به لیسانس حقوقشون دارن، یعنی همین الان میتونن تا حدودی متوجه این بشن که در حقیقت اگر صحبت از ورشکستگی تاجر میشه، اون موقع نباید بره سر وقت اعصار. تاجر هستش، ما ورشکستگی داریم دیگه، اعصار معنی نداره. این رو باید بدونه. اگر نمیدونید من ازتون خواهش میکنم که این آزمون رو بدید و آزمون آزمایشی بگذارید. اون موقع گذشت با کمترین دانش میتونستید برید. طرح تسهیل شما رو فریب نده. اسمش هست طرح تسهیل، ولی عملا میاد فیلتر میکنه افرادی که دانش کافی دارن. شما میاید از یک سری از فسادی که قبلا وجود داشت گذر میکنید. قبلا محدودیت هایی بود دست یک سری از افراد بود، میگفتن امسال ما اینقدر در حقیقت وکیل میگیریم، سال دیگه بر فرض مثال وکیل نمیگیریم. خب یه خورده حجم کارآموزا زیاد شده، امسال بر فرض مثال بیس کار قانون به زور رسوند آموزش کارآموزان رو. حالا اینو من انشالله داخل یک پست دیگه ای حتما اگر شد با دوستی مهمانی که در حقیقت از ما قدیمی تر هست کمک میگیریم و این بحث رو خیلی دوستان در موردش گپ میزنیم. ولی در مورد آزمون وکالت، حالا چه طرح تسهیل باشه چه نباشه، شما به هر حال یک کنکوریه که باید بدید. سخن رو کوتاه میکنم، ببینم بحث اصلی. من اینجا نگاه میکنم یه سری مطالب دارم. ببینید، تاریخ آزمون ما از 15 آبان الان هم هست سوم مرداد ماه. ما یه سری دانش‌های حقوقی هم داریم. میخوایم یک ریفرش بکنیم تمام دانسته های خودمون رو. پیشنهاد من اینه شما قبل از اینکه هر اقدامی بکنید بشینید همین الان داخل همین بعد از اینکه این در حقیقت محتوا رو دیدید، بشینید سوالات امسال در حقیقت 403 رو دانلود بکنید. یک دور این سوالا رو نگاه بکنید و متوجه بشید که کدوم بحث هست، چقدر شما آمادگی ذهنی دارید.
بعد از اینکه این رو خوندید از نظر بنده سوالای 402 هم یه نگاه بندازید، هم مرکز و هم کانون، جفتش یه نگاه بندازید. 4 سری سوال رو نگاه میندازید، سعی نکنید که این سوالا رو الزاما جواب بدید، روزنامه‌وار ببینید. این چی کار میکنه؟ این کار رو سعی کنید تو یه روز تمومش بکنید، کشش ندید. این باعث میشه که از فردا میخواید درس بخونید متوجه باشید که من اگر دارم در مورد فلان قانون میخونم، بدونم که دقیقا منظور طراح سوال چی میتونه باشه از من، دقیقا توی این چه نکته‌ای میتونه از من بخواد. اینم فقط با تکرار و تمرین نکات هستش. شما به هر سبکی هست باید تمامی کتبتون رو تا شهریور به صورت دقیق خونده باشید. الان که 3 مرداد هست، ما تا پایان شهریور، حالا بگیریم اصلا بگیریم تا 5 مرداد، تقریبا یه 55 روز زمان داریم. میگم 2-3 روز هم میذاریم تا آمادگی پیدا کنید، آب خنکی بخورید، در مورد چالش‌های زندگی با خودتون کلنجار برید تا کاملا کنار بیاید که آقا هر چیزی که باشه همینی که هست، من میخوام درس. توی این 55 روز زمان کمی هم نیستش. بودجه بندی های خودتون رو تقسیم بر تمامی دروس بذارید. نگید من تو آزمون این رو نمیخونم. من 1 ماه قبل از آزمون خودم متوجه شدم که بچهای رقیبی که هستند تمایلی به مطالعه حقوق تجارت ندارن و خب من خیلی علاقه داشتم به تجارت. حالا سعی کردیم که توش هم یه خورده، مثلا سعی کردم ذره توش قوی تر باشم، یه خورده درکمو بیشتر بکنم و این ریسک رو کردم و از دم آزمون بیشترین انرژی خودم روی تجارت گذاشتم، برای من تراس می آورد. پس بنابراین شما توی اون گلدن تایم خودتون تصمیم میگیرید چه درسی رو حذف بکنید، چه درسی رو بیارید بالا و از چه بخشایی بخونید. پس همه اینا رو برید جلو. یا بر فرض مثال من ارث رو نمیخواستم بزنم، بعد متوجه شدم که ارث یک کلید داره. کلیدش هم برید تو پیج آی دکتر مهدی شکری، اون پستای اوایلش هستش، نگاه کنید مبحث ارث. حالا من تو پیج اینستاگرام سعی میکنم که با اجازه ایشون پست آموزشیش رو بذارم. این کار رو من دیدم و متوجه شدم مثلا ارث برای من یک سوال 100% اوکیه. خب من میخوندم و این کار کردم. تو مدنی ارث رو که خواستم حذف کنم برداشتم، به جای که بشونم کامل جزوه یا کتاب اون بخش ارث رو بخونم، نشستم و محتوای دکتر شکری رو دیدم و ازش برداشتم. خب پس بنابراین شد تا پایان شهریور فقط درس بخونید. ببینید هر منبعی که دارید همون رو بخونید، هم حساسیت نشون ندید که این منبع رو خوندم. اون دوره تا قبل این بود. شما 7-8 ماه همه کتاباتون رو میتونید شخص بذارید. دوستانی که قرار نیستش که امسال آزمونه قطعی خودشون رو بدن به صورت آزمایشی میخوان شرکت بکنن، این در نظر داشته باشید تا خرداد سال دیگه هر کتابی که دوست دارید رو امتحان کنید. هر کتابی که دوست دارید رو بردارید، تست بزنید، بذاریدش کنار، منابعتون رو عوض بکنید و در نهایت رسیدید به تایمی که اعلام تاریخ آزمون صورت گرفت، دیگه منبعی که دستتون هست و باش کنار بده همون رو داشته باشید، عوضش نکنید. حتی اگر اون منبع رو بقیه بگن غلطه، شما با همون غلطی پیش برید. قطعا اون کتاب به هر حال از یک سورسی گرفته شده که شما باهاش ارتباط گرفتید. از شهریور تا روز آزمون شما 45 روز وقت دارید. توی این 45 روز شما باید مطالعه خالصتون رو برسونید به تست. عزیزان، داشتن دانش یه بحثه، تکنیک تست دادن یه بحث دیگه است.
ما هر چقدر هم بدونیم تکنیک های تست زدن رو کار نکرده باشیم رو از اون میبازیم. توی این 45 روز رو تقسیم بکنید به دو قسمت نامساوی. شما 15 روزش رو نصف درس میخونید، تست میزنید، از تستتون نکته برمیدارید، نکاتتون رو برمیدارید بنویسید بچسبونید در دیوار. نهایت هزینه رنگ‌آمیزی در دیوار میشه 5 تومن 6 تومن. مهم نیست. 1 سال عمرتون رو میندازید جلو. خیلی تاثیر داره. روزهای آخر شما نیاز دارید به جمع‌بندی رو من که اینجوریم جمع‌بندی رو با تورق نمیفهم. بعد روزی که شبی که میخواستم آزمون بدم دیگه دیوار و در پیکر سالم روی خونه من نبود. در دستشویی، در حموم، در یخچال، تمام دیوار پذیرایی، اتاق‌ها، همه اینا رو من نقطه چسبونده بودم. یعنی همین الان من خاطرم هستش که اومدم تمامی موارد در مورد ورشکستگی رو در خروجی خونه‌مون زدم. ورشکسته است دیگه میخواد از اون پروسه تجار خارج بشه دیگه، در خروجی. یا مثلا جنایت‌های کثیف رو برداشته و جنایت‌های کثیف مثل قتل، مثل زنا، اینا رو همه رو برداشته بودم و گذاشته در دستشویی. مثلا خیارات رو همه رو برداشته بودم و مواد مربوط به خیارات رو چسبوندم در یخچال. تقسیم بندی ها رو داشته باشید، بعد توی آزمون یهو به ذهنتون میرسه که موارد من مثلا فلانجا زده بودمش. پس تصویرسازی خیلی تو تست کمک میکنه. توی این 15 روز تست میزنید و نکته برداری میکنید. تستاتون رو به هیچ وجه علامت نزنید. توی 30 روز آخرتون میاد چیکار میکنید دیگه؟ ببین هر چی می‌خواستی یاد گرفتی. الان فقط هی تکرار و تمرین. اینجا ببین با خودت کنار بیا، ببین چه سوالایی رو تا حالا تونستی تا حدودی درست بزنی، چه سوالایی رو کاملا غلط زدی. اینا دیگه دستت میاد. اونایی که میدونی عمدتا غلط میزنی خودتو گول نزن. توی یه دونه درس اگر 7 تا 8 تا تست بزنی بردی. تست درست بزنی تا اینکه بخواد 20 تا تست بزنی 12 تاش غلط باشه که منفی بزنی. خیلی خیلی یه کار خیلی بدی. قبلا قانون اساسی ماده محور بوده، الان مسئله محور شده. سعی کنید قانون اساسی هم با نظریه‌های مشورتیش بخونید. توی مسائلش خیلی بهتون کمک میکنه. حقوق تجارت رو اصلا ازش نترسید. کافی یه ذره درکش بکنید و تمامی تستای دکتری، ارشد، قضاوت، سردفتر، اینا همه رو که بمونید بزنید، بعد متوجه میشید که این تستا یه سری نکات مشابه دارن. طراح سوال میاد با اون متن بلند بالای خودش راهنماییت میکنه با اون نکته. اینم فقط توی تکرار و تمرین هستش. توی این 30 روز سعی کنید تمامی دروس به همین صورت باشه. جمع‌بندی های تست زیاده. حساس نباشید. هر کتابی که گرفتید، البته نگاه بکنید بر فرض مثال خب از دادگاه صلح 1 سال بیشتر سوال نیومد دیگه. اینو مجبورید رجوع بکنید به تست‌های آزمایشی. و برای هفته آخرتون، توی هفته آخرتون دیگه سراغ تستای متفرقه نرید. توی هفته آخرتون بمونید مرور این من توی پروسه کارم فراموش کردم تستای 2-3 سال اخیر رو دست بهش نزنید. اون سرنوشت سازه. 2-3 سال اخیر فقط آزمون‌های قضاوت و وکالت رو، سردفتری، دکتری، ارشد، هر کدوم میخواید بزنید. قضاوت و وکالت رو نگه دارید. هفته آخر 401، 402 و 403
تمامی اینا رو بگیرید بزنید. 2 روز آخر هم بمونید چه کار بکنید؟ اون کاغذایی که در دیوار چسبوندید فقط همون رو مرور کنید. فقط همون رو مرور کنید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و واقعا این جدی دارم میگم، من پروسه های مختلفی داشتم توی کلنجار رفتن با خودم. واقعا هیچ چیزی به اندازه قبولی آزمون وکالت شیرین نیست. شما اون عربده ای که سر قبولی آزمون نتیجه خودتون رو توی سایت میزنید و ببینید به دنیا میارزه. اون استرس قبلش، بعد که میزنید ببینید این سبز زده شما مجاز شدید، اون عربده ای که پشت سیستم به اونش فکر کنید. تمام این سختی ها میارزه به اون چند ثانیه. آرزوی موفقیت دارم براتون. کانال ارتباطی بنده هست، هرچند من تو زمینه مشاوره تحصیلی نیستم، ولی به هر حال اگر سورسی خواستید، کمکی بود، از دست من هر کاری برمیومد، قطعا دریغ نخواهم کرد و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.